دکتر عرض ادب ارادت سفیر بودم. ما امسال زحمت داشتیم واسه قبول مسئله کردم مدیر مدرسه ابتدایی پسرانه ما عمدتاً اومدیم توی 7 حوزه برنامه رو چیدیم برای برنامه امسال مدرسه که امسال تقریبا 5 تاشو ابتدایی و دوم. یکی بحث در واقع قرآن هست. الان تمام دانش آموزان مدرسه من آیت الکرسی با چارپور با معنی و فلسفه‌اش حفظن. یعنی صبح اگر مثلا صبح سوره کوثر خونده میشه، اون در واقع تفسیرش و فلسفه‌اش که در رابطه با خانم فاطمه زهرا ما به بچه‌ها میگیم و حتما تاکید می‌کنیم که قرآن رو فقط حفظ نکنید. یک بحث دیگه شاهنامه فردوسیه. با توجه که من نزدیک 120 تا اتباع افغانستانی دارم، برای اینکه پیوند مشترک ایجاد کنم بین ایرانی و افغانستانی از مسیر زبان فارسی رفتن جلو و تقریبا 20 تا داستان ساده شده شاهنامه رو در قالب کلیپ‌های نیم ساعته توی کانال بارگذاری کردم. گرچه بماند که شاد اینا رو برداشت، من تقریبا 4 جلسه رفتم دفتر شرکت شد که به چه دلیل شما اینو برداشتید، دوباره برگردوندم. بحث زبان انگلیسی رو داریم که اومدیم الفبای زبان انگلیسی رو با کلیپ با انیمیشن خیلی ساده. بحث نماز رو باز دوباره این انتهای تاثیر اگر ببینید برادرای در واقع دانش آموزای اهل تسنن هستن، این ارتباط نزدیک رو ایجاد کردیم که یه وقت دانش آموزا بازخورد امتیاز داشتن نداشته باشن و حالا احترام میذاریم به مهمان ولی کثرت میزبانی خودمون هیچ وقت از یاد نمیره. ما هر روز بلا استثنا سرود جمهوری اسلامی رو پخش می‌کنیم که دوستان اتباع بدونن که به هر حال اینجا جمهوری اسلامی با در واقع کیفیت میهمان پذیری بالا، مهمان نوازی بالا، این رو هر روز صبح ما پخش میکنیم. و این 4 تا دانش آموز هم دیروز ما 5 نفر بودن، یکشون پایه بودن در مسابقات اطرت و نماز مقام اول و دوم و سوم منطقه رو کسب کردن. برای برنامه‌شون ان شاءالله کار چطور پیش میره. بزرگوارید سلام.